محصول از اینمی سیلوی وطن و این سیلوی مرکزی هست. یکی از بزرگترین معماری های شوروی در افغانستان. البته دوستان عزیز تنهایی نیست، دوستان عزیز از قدر گله ها گذشتم. این سیلو یک روت داره، یک نان پخته میکنن در بین از که خوش آدم میاد، نرم، مزدار، شیرین. اون گفته اون آدم با گفته اون ایرانی ها دیگه، البته دیگه ایرانی ها زیاد میگن با لب و لچه آدم بازی میکنه دیگه. باید نمایان شود. سلام و درود نصارت تمام شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان نهایت گرامی. روز روزگارتان به خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، به خواهش شما دوستان عزیز آمدیم امروز به سیلوی مرکزی شهر کپور. یعنی غرفه را که میبینین، نامه داخلش را میبینین، محصول از اینمی سیلوی وطن و این سیلوی مرکزی هست. یکی از بزرگترین معماری های شوروی در افغانستان. البته دوستان عزیز تنهایی نیست، مکرویان هم همی شوروی ها ساختن. دوستان عزیز من نمیخوایم زیاد درباره سیاست و چیزا حرف بزنم، اما افغانستان زیادتر اوقات درگیر جنگ بوده، حالا داخلیش به هر صورت خارجیش که روس ها آمدن و همراه امریکایی ها آمدن، انگلستانی ها آمدن، انگلیس ها آمدن دیگه به مساله ترش. اما ما از این کنش کرده دوستان عزیز فایده شوروی یک ذره به افغانستان رسید، از جمله همی سیلو و بعدش مکرویان های کابل. دوستان عزیز ببینین چقدر یک ساختمان بزرگ، زیبا و متباوقار هستی سیلو. یک زمان همی بخش، همی سیلوی مرکزی نان طعامخانه تمام ارگانهای دولتی کابل فراهم میکرد. بعدا دوستان عزیز وقتایی که افغانستان کم کم درگیر جنگ شد، دوباره مردم خود ما، این مردم افغانستان آمدن و چور و چپاول کردن و سیلوی مرکزی به این بزرگی و به این زیبایی بغارت رفت و جز اینمی و ایرانه چیز برش نماند. ببین دوستان عزیز چقدر بزرگ است، چقدر زیبا هست سیلو. این پیاده روی دوستان عزیز بسیار خوش اومد، بسیار دوست دارم پیاده روی دوستان عزیز. با قدم زدن به این پیاده رو برای ما بسیار یک آرامش خاص میده، بسیار زیاد. حال دوستان عزیز زبالاهاش، دبالا خانه هاش کفترا خانه کرده و ماشی براتون نشان بدم. اونجا کفترا هستن دوستان عزیز، میبینین کفترا خانه کردن و زندگی میکنن دیگه. به حساب چه یک فضاگه که داره دوستان عزیز. ببینین سیلو دوستان عزیز واقعا از بزرگترین معماری های افغانستان هست که خود مردم ما دیگه دوستان عزیز بازم چه بگوییم هر چقدر بگوییم ولی فایده نداره. دلیل از که افغانستان هم قدر از پیشرفت باز مانده و در جهان سوم است، خود ما هستیم. و اگر نه، اگر دوستان عزیز میره تاراج نمی کردن دیگه، میال یک بازوی بزرگ اقتصادی کابل بود دیگه. به یک حساب ضرورت نبود در هر بخش کابل جدا جدا به هر ارگان طعامخانه جور شود. طعامخانهش بر صورت آشپزخانه دوستان است، طعامخانه خود جای صرف غذا میشه. همون بازم امیدوار هستیم دوستان عزیز دوباره بازسازی شود و دوباره ازش استفاده شود. در ضمن دوستان عزیز از قدر گله ها گذشتم،
این سیلو یک روت داره، یک نان پخته میکنن در بین از که خوش آدم میاد، نرم، مزدار، شیرین. اون گفته اون آدم با گفته اون ایرانی ها دیگه، البته دیگه ایرانی ها زیاد میگن با لب و لچه آدم بازی میکنن دیگه. واقعا دوستان عزیز فعالیت های کالم داره، فعالیتش خوب است و اون نان رو پخته میکنه. حداقل واقعا پخته کردنش میارزه. دیدین دوستان عزیز سنا قدم زدنش از این طرف اینجا بین من خاله ذره عادت دارم البته دوستان عزیز قدر تیز هم نه، خب قدم میزنم. اما شما که سلو بین و من تو برای ولادی تقریبا 10 دقیقه هست از سر سیلو تا این سر سیلو. اینی هم نماد سیلو دوستان عزیز. ببینین اینی گندم که میبینین اینی نماد سیلو. این طرفتر هم دوستان عزیز دیگه بخش چه میگن تاکسی هست. تاکسی که میکنن اینجا بعد از مراحلش اینجا خلاص میشه، مخاطب میاین اینجا زیادتر کارهای خود خلاص میکنه. یک گیربار زیاده هم داره، شلوغ است دیگه. از بغل سرک دوستان عزیز کوشش میکنم برم که یک ذره زیبایی یک جایی رو براتون نشان بدم. می طرف دوستان عزیز میره طرف کارت مامورین کابل دیگه. یک از دوستان ما خواهش کرده بود که برای من همین هتل که در نزدیک سیلو جور میشه همون رو یک بار نشان بده. دوست عزیز اگر ویدیو رو میبینی این همین هتل که در پیشروی ما حال میرسه هنوز نه، در این طرف سرک یک ساختمان ها و بلاک های مسکونی هست. اونم هتل است که خودت خواسته بودی. این طرف هم باسکل فروشی هاست دوستان عزیز و پشت از این درخت ها دیگه هتل باید نمایان شود. شرکت های تکسیرانی دوستان از زیاد است. شرکت تکسیرانی پایتخت، شرکت ترانسپورتی کابل شرق، اورنگ، افق غرب، شهاب. این شرکت های تکسیرانی اینجا زیاد هست. اینی هم دوستان عزیز همون هتل که دوست عزیز ما گفته بود که کارایش در کجا رسیده دیگه. ما داخل نمیریم دوستان عزیز، اونقدر بیرونش میبینیم. اونقدر دوستان عزیز پیاده رو اونو بند کرده و کارایش در جریان است. از اون قورش معلوم میشه که یکی از هتل های زیبا و لوکس کابل خود بود. درخت های خزان از دوستان عزیز نیمه سبز و نیمه زرد هستن. یعنی همون هتل از دوستان کارایش دیگه تقریبا در خلاصی هست. یعنی فقط همون گچش و یگان رنگ مالی و چیزایش مونده، بقیه دیزاینایش خلاص شده. داخلش هم دیگه به احتمال زیاد کار جریان داره. حالا مردم سر خوازه ها هست، کارگرها کار کرده میرن. اینجا هم شرکت های تکسیرانی هست و همون بخش دولتی که براتون گفتم که موترها اینجا ثبت میشه. این بیروارک میبینین به می خاطر است در دوستان دل و پیاده رو هم بخاطر ساخت هتل منظور از دیگه که حالا باز نگویم چرا از بغل سرک میری و از پیاده رو نمیری. خب دوستان عزیز امیدوارم ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همه ایتونه به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم.
روز و روزگار خوب و خوش داشته باشین.